آقا اجازه بگو. ما برای چی به مدرسه نیاز داریم؟ باز شروع شد. این چه سوال احمقانه ای؟ میشه جواب سوالمو بدی؟ اگه نمی مدرسه چطور نوشتن یاد میگیری؟ قرار نیست که بنویسم، تایپ میکنم. جغرافیا چی؟ گوگل ارث، کره زمین با کیفیت خیلی زیاد. تاریخ چی؟ همه مردن. گذشته برام گذشته است. من خلقم گذشته. تاریخ چی میدونی؟ تاریخ نگاران شبیه افراد ناشنوا هستند، چرا که مدام به پرسش‌های پاسخ میدن که هیچ کس از اونها نپرسیده. لئو تولستوی. مخای جلوشو بگیرم؟ نه. این نابغه است. ورزش چی؟ ورزش باشگاه هم تخصصی داره هم بهتره. تازه میشه تو خونم ورزش کرد. چطور میخوای علم یاد بگیری؟ هر علمی که بخوام یاد بگیرم تو اینترنت هست. اونم بروزش. یوتیوب، مقالات علمی. ریاضی رو چی کار میکنی؟ ها؟ بودو بود زبونی کن. ریاضی میخوای چیکار کنی؟ ها؟ از جون من چی میخوای؟ بهم یاد بدین چطور پول در بیارم.